خیلی خوب، امروز در ادامه سلسله ویدیوی قبلی میخوایم به اسامی بلوچی بپردازیم، اما این بار اسامی که با حروف پ و ت شروع میشن. و البته جا داره بگیم که ماجرای تهیه این سلسله ویدیوها برمیگرده به جستجویی که خود من در زمینه اسامی بلوچی داشتم و متوجه شدم که چقدر ما در این زمینه مطلب کم داریم و یا اگه چیزی هست واقعا در حد یکی دو تا پست خیلی کوتاه بهش پرداخته شده. برای همین نهایتا ما تصمیم گرفتیم این سلسله ویدیوها رو تهیه کنیم تا نهایتا در آخر کار به مجموعه کاملی برسیم که میتونه راهنمای جامعی باشه برای افرادی که به هر دلیلی نیاز دارن به اسامی بلوچی. ما سعی کردیم اسامی که داخل ویدیو مطرح میکنیم گلچینی از اسامی بسیار زیاد بلوچی باشن که کمتر شناخته شدن و بیشتر به فراموشی سپرده شدن. اما خب با حرف پ شروع میکنیم. پیرمراد که در واقع یه اسم عارفانه به حساب میاد و معنای مرد مقدس یا قطب عالم هست. پیرانداد که باز هم از جمله اسامی عارفانه به حساب میاد و معنای ارائه و یا بخشیده شده توسط یک عارف. پاتراپ به معنای تهدید و صدای پا. پادار به معنای پایدار، برقرار و ثابت. پارنج به معنای حق القدم و یا مزد قدم رنجی کردن. پارود که به معنای دو سمت رود هستش. پالار به معنای ستون. پامر به معنای جوانمرد و مستقل. پانپا به معنای پاسبان و نگهبان. پرکان که در واقع نامهای زیادی داره در فرهنگ‌های مختلف و میشه گفت که میتونیم از اون به معنای فرشتگان منحصر به فرد و ارزشمند هم یاد بکنیم. و در واقع شهر پرکانی شهری بوده در سلسله هخامنشیان که با نام پرتیکان وجود داشته و نهایتاً پس از گذشت سالیان زیاد اسمش تغییر کرده و امروزه اون رو پرکان مینامن. همچنین باید بگیم که ما شهری در نزدیکی شهرستان سرباز خودمون هم داریم که با همین نام ازش یاد میشه و کلاً این کلمه میتونیم بگیم که مشتق شده از کلمه پارتاکنه که در واقع پارتها یا پارتاکنها قومی بودن از اقوام سگانه آریایی ها. فرماش به معنای دستور و فرمان. پلار به معنای پدر و در جای دیگه به معنای گندم ازش یاد شده. پودان به معنای سرسبز و خرم. پولان به معنای آهنین. پاز به معنای احتیاط. پهره به معنای محافظت و نگهبانی که در واقع اسم یکی از شهرهای بلوچستان هم هست که امروزه با نام ایران شهر بیشتر شناخته میشه. پیشال به معنای غیبگو. پاتاک به معنای علم و دانش که در واقع در تاریخ از این فرد به عنوان یکی از پادشاه‌های باستانی سیستان یاد شده. پرتوس به معنای نابود کننده و از بین برنده که در واقع اسامی یکی از پادشاهان باستانی ناحیه مکران بوده. اما خب بعد از حرف پ به حرف ت میرسیم. طاهیر به معنای قرار، آرام و سکون. تهتال به معنای یاد و خیال. تگام به معنای تیزگام و گامزن. تاجهند به معنای سرور و پادشاه. تامان به معنای دلنشین و مطبوع. ترانی به معنای سزاوار ستایش و تمجید. تلار به معنای بلندی و ارتفاع، بزرگ و باشکوه که در واقع به معنای صخره و سنگ بزرگ هم هست. تلال به معنای بسیار قوی و کشنده، بزرگ و مرتفع. تلام به معنای شاگردان و همچنین در جایی با معنای نیازمند هم ازش یاد شده که در واقع میشه گفت که کسی که نیازمند یه چیزی باشه، حالا چه شاگرد که نیازمند علم و دانشه و یا هر کسی دیگه‌ای که نیازمند چیزی باشه میتونیم به این واژه نسبتش بدیم. طلب به معنای زیان و هلاکت. تمن به معنای زمان، عمر، ثروت و مال. تیاب به معنای ساحل. تیرانداد به معنای اهدا شده و ارائه شده از سمت پروردگار. تیراندار به معنای محافظت شونده و یا در کل کسی که توسط پروردگار حفظ میشه و نگاهداری میشه. تیگام به معنای تندرو و سریع. تیرداد به معنای اهدا شده و یا ارائه شده از سمت پروردگار که در واقع در تاریخ نام برادر بالاچ اول که یکی از پادشاهان اشکانی بوده هم همین نام بوده. تیبان به معنای پادشاه مکران به سوی بالا و محافظ. توتار که در واقع اسم یکی از پادشاهان مکران بوده و ما حقیقتش معنی خاصی نتونستیم براش پیدا بکنیم. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا اینجای کار همراه ما بودید و اگه این موضوعات برای شما جالبه، بهترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید
اینه که اگه نظر یا پیشنهادی دارید داخل کامنت ها به ما اعلام بکنید و در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای بعدی ما هم جا نمونید.